ضمن عرض تبریک و تهنیت به مناسبت ایام نورانی ولایت و امامت مولای متقیان امیر مؤمنان صاحب نطق و بیان علی ابن ابی طالب علیه السلام و همچنین عرض تبریک و تهنیت به مناسبت نزول اسمت و طهارت ابدی اهل بیت علیهم السلام و خاتم بخشی امیرالمؤمنین علی علیه السلام خدمت همه شما برادران عزیز، خواهران بزرگوار و اساتید معظم و معزز. خیلی خوشحالم که خدای متعال توفیق داد در این مکان مقدس، در این مسجدی که به نام نامی آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام مزین گشته است، خدمت شما عزیزان برسم و ان شاء الله در این دقایقی که خدمت شما عزیزان هستیم بتوانیم حق مطلب رو ادا بکنیم ان شاء الله. ایامی بسیار پربرکت و ایامی بسیار نورانی است. قطعاً دلتون به ولایت علی علیه السلام در این شبها و در این روزها بسیار مسرور و شادمان بوده. ان شاء الله در این مجلس هم بار دیگر سرور و شادمانی خودمون را به امیرالمؤمنین علی علیه السلام با یک صلوات بلند محمدی نشون بدهیم ان شاء الله. بنابراین شد که در جلسه‌ای که خدمت شما بزرگواران هستم در رابطه با چگونگی شیعه شدنم و هدایتم به مذهب حقه شیعه، به مذهب نورانی اهل بیت علیهم السلام صحبت بکنم و حقیقت هم به ذهنم میاد قبل از این که وارد اصل مقوله بشم روایتی را که در کتب درسی سنی ها میخوندیم در حوزه های سنی، این روایت رو به صورت مقدمه خدمتتون عرض کنم که و این روایت از روایات مشهور است در کتب سنی ها، بخصوص در کتب درسی که رسول خدا میفرمایند مثل الذی یذکر ربه والذی لا یذکر ربه کمثل الحی والمیت. مثال کسانی که ذکر الله دارند و کسانی که ذکر الله ندارند در این روایت تشبیه شده به مرده و زنده، که ذکر روایات اهل بیت علیهم السلام آمده است که ولایت ما اهل بیت علیهم السلام. خدای متعال بهانه هدایت حقیر را وجود نازنین امام حسین علیه السلام قرار داده است. بنده حقیر محمد شریف زاهدی اهل سیستان و بلوچستان نیکشهر هستم. در خانواده سنی حنفی به دنیا آمدم و در منطقه زندگی می کردم که در اون منطقه ملاهای زیادی از ملاهای سنی حنفی رفت آمد داشتند، بخصوص کسانی که در حوزه های سپاه صحابه پاکستان که میدانید سرسخت‌ترین گروهی که حتی بیشتر از وهابیت عربستان سعودی بر علیه شیعه توطئه و کارشکنی میکند و تبلیغات میکنند، همین گروهک سپاه صحابه پاکستان هستند. خیلی از تحصیل کرده های حوزه سپاه صحابه در بلوچستان رفت آمد داشتند و در روستای ما می اومدند به صورت گروه‌هایی به نام گروه‌های جماعت تبلیغی. و متاسفانه در اوایل انقلاب بخصوص اتفاقاتی که در خود ایران افتاده بود، سپاه صحابه همون وهابیتی که در پاکستان به سر میبرند فتوایی را صادر کردند در سیستان و بلوچستان و به خاطر همین فتوا عده کثیری از سنی ها از شیعه فاصله گرفتند و فتوای اونها این بود که درس خواندن در مدارس دولتی بدعت و حرام است و هر کس در این مدارس مشغول به تحصیل باشد مشرک است و به خاطر اینکه شیعه را مشرک می‌دونستند و این مدارس با سرکردگی شیعه در ایران اداره می‌شد، می‌گفتند درس خواندن در مدارس دولتی بدعت حرامه. اگر جوانان
و اشخاص سنی که در دهه اول انقلابی مطالعه داشته باشیم میبینیم اکثریت اونها تا کلاس دوم پنجم ابتدایی بیشتر نرفتن یا اکثریتشون هم بی سواد هستند و بر این فتوا متاسفانه بر این فتوا عمل کردند. بنده هم در کلاس دوم ابتدایی مشغول به تحصیل بودم و پدرم و عمویم که ملا دور محمد از ملاهای مشهور اون منطقه هست و متعصبانه بسیار متعصب و لجوج و نسبت به شیعه مبغض و به خاطر همین اونها به این نتیجه رسیده بودند که ما رو از مدرسه بیرون کنند و وارد حوزه‌های سنی بکنند. دو تا حوزه علمیه در سیستان و بلوچستان مشهور بود، درس و دروس‌ها و برنامه‌های مهمی داشتند که اساتیدشون اکثرا از حوزه‌های سپاه صحابه پاکستان بودند که متاسفانه تا الان هم از این حوزه‌ها نه تنها از اون طرف تدریس میشه بلکه از این ور هم میرن در پاکستان تحصیل میکنن. یکی حوزه علمیه عین العلوم گشت سراوان بود و یکی حوزه علمیه عربیه اسلامیه چابهار بود. اینها آمدن در جای جای مناطق سیستان بلوچستان شعبه هایی رو زدن به نام مکتبخانه، ولی کار حوزه های علمیه را توش میکردن. بنده را در اواخر سن 8 سالگی هم وارد حوزه های سنی کردم و به من میگفتند که درس خواندن در این مدارس حرام، بدعت و بخصوص در این مدارس چون با سرکردگی شیعیان اداره میشه، شیعه ها مشرکند، شیعه ها علیاذ بالله هیچ گونه سهمی در اسلام ندارند و به خاطر این باید بری مدرسه دینی درس بخونی تا فردا مولوی بشی و برای جامعه سنی ها کار بکنید. این تشویقات را به ما کرده بودند و خیلی جذبمون کردن. ما هم علاقمند شدیم که وارد حوزه های سنی بشیم. در اواخر سن 8 سالگی بود که بنده وارد حوزه های سنی شدم. همون 1-2 سال اولی که مشغول به تحصیل بودم مطالب زیادی بر علیه شیعه رد و بدل میشد، بخصوص 2 تا مسئله رو خیلی روش مانور میدادن. یکی این که میگفتن شیعه ها چون متوسل به حضرت علی میشن، متوسل به امام حسین میشن، اینها مشرکن. چون میگوین یا علی یا حسین مشرکن، توسل به غیر الله شرک حرامه. و یکی این که میگفتن چون شیعه ها مهر میگذارن و رو مهر سجده میکنن، اینها مهر پرستن، پس بنابراین مشرکن. اینا رو خیلی آب و تاب میدادن تو حوزه سنی. در روستای ما 8 تا معلم شیعه بود و وجود این معلمین شیعه را همون موقع هایی که ما دانش آموز بودیم یا بعداً وارد حوزه سنی شدیم احساس میکردیم برای ما جای سوال بودند. یکی از معلمین شیعه‌ای که اهل مشهد مقدس بود آنقدر خوش اخلاق و خوش برخورد بود حتی بعضی اوقات زنان سنی نسبت به ایشون احساس محرمیت میکردند، از بس که آدم خوش اخلاق و خوش برخوردی بود. تو سنی‌ها خیلی جایگاه پیدا کرده بود. ما همیشه برای نهار یا صبحانه بعضی وقتا اینها رو دعوت میکردیم. حالا دعوت کردن این از چه لحاظ بود؟ به خاطر اون نوبتی که خونه به خونه داده بودن مجبور بودن خانواده ما اینو دعوت بکنن تو منزل برای نهار و اگر چیزی غیر از این بود که قطعا این کارو نمیکردن. تا همین الان هم حرفایی هست که اگر گفته بشه دل آدم خون میشه و حقیقت اینجا بود. وقتی این معلم شیعه آمد خونه ما، یکی از مهمترین چیزهایی که برای من خیلی جای تعجب بود اخلاق و رفتار این معلم شیعه بود. نهار رو خورد، میخواست نماز بخونه. دیدم وقتی که میخواست نماز بخونه، خب تو حوزه به ما گفته بودن که اینها وضوشون درست نیست، چیشون درست نیست، نمازشون اینجوره فلانه و یه حرفای دیگه. دیدن این معلم شیعه یه جوری دیگه وضو میگیره، برعکس ما سنی ها وضو میگیره. بعد دیدم که وقتی که میخواست نماز بخونه الله اکبر میگفت دستاشو آویزان میکرد، دست نمیبست. گفتم ها مولوی گفته اینا دست نمیبندن، چون دست نمیبندن پس نمازشون باطله. این 2 تا حکم باطل انجام داده. بعد دیدم مهر را گذاشت، رو مهر سجده کرد. خیلی برام جای تعجب بود که این مهر پرستی داره میکنه. یکی از چیزایی که خیلی برام عجیب بود، هم تو کلاس میگفت هم اونجا که اومده بود بعضی وقتا میخواست بلند شه میگفت یا علی
وقتی یا علی میگفت خیلی هم من میخندیدم، تعجب میکردم. مولوی‌ها با مسخره میگفتن که اینا میگن یا علی اینا مشرکن. دیدم اینا همش میگن یا علی یا حسین، چرا اینها دست نمیبندن ما دست میبندیم؟ چرا اینها مهر میگذارن ما نمیگذاریم؟ چرا اینها یا علی میگن ما یا عمر هم نمیگیم؟ اینا برای ما سوال بود و خیلی تعجب کردم از این قضیه. اما اینو جرئت نکردیم اون موقع ها با این معلمی که اینقدر خوش برخورد بود با هم بشینیم بحث و مجادله بکنیم و صحبت بکنیم. فقط با یکی از معلمین سیستانی زابلی شیعه بود در اون منطقه و در واقع معلم بود، یک بار یه بحثی در رابطه با چگونگی نماز خواندن پیغمبر پیش آمد. دقیقاً سال سوم حوزه بود یادم هست. این سوال رو من ازش کردم، گفتم شما در چه کتاب‌های مطالبی دارید که پیغمبر دست نبسته نماز خونده؟ گفت من مدارک چیزی بلد نیستم از شیعه و سنی که در چه کتاب‌هایی، ولی همینقدر میدونم که یکی از مذاهب سنی به نام سنی مالکی دست نمیبندن نماز میخونن. قبول داری؟ گفتم بله قبول دارم. گفت پس بهتره که خودت چون سنی هستی برو از مالکی ها سوال بکن چرا دست نمیبندی. و خیلی هم تعجب کردم که بعد از مولوی حیدر وقتی این سوال را کردم گفت بله مالکی ها در روایاتشون دارن اذا کبر ثم علق یدیه فی کل الصلوات، وقتی پیغمبر نماز میخوند تکبیر میگفت در تمام نمازها دستاشون رو آویزان میکردن و این میگه دلیل ماست. و این مسائل پیش اومد. یکی از چیزهایی که اون روزها که تازه وارد حوزه رفته بودم خیلی برام عجیب بود این بود اسم بنده قبل از این که وارد حوزه سنی بشم مراد بخش بود و اونها میگن هر که اسمش مراد بخش باشه یا علی بخش باشه، حسین بخش باشه، نبی بخش باشه، این اسم موهن به شرک، حرامه، نباید این اسما را گذاشت. یکی از مولوی هایی که شاگرد مولوی محمد عمر سربازی بود که این محمد عمر سربازی از کسانی بود که بدترین فتواها را برای شیعه صادر میکرد. حتی یک بار در استانداری زاهدان دعوتش کرده بودن، وقتی ناهار میارن جلوی استاندار میگه مگر ندید